وای خدایا شفقت آنها آپای جمیله آپات قربونت شوم بیوه تو در اینجا چی میکنی؟ کلتاکیلوس در کجاست؟ کالتاکیلوز بکنم سروخی در اومد کالتاکیلوز رو دوست میداری و نماشو در این کوچه نگیر آه شفقت هیچ جگر نشده ای اپا بیا در اونجا نشسته اگه چی بخیر اوه بیا در یگون زادگیر علیش کرد اپای جمیله کنی گب زن تو ما رو از کجا افتی؟ از سپوتنیک در کجا بودنتون را کفته یافتم انا همین خیل شفقت از سپوتنیک چی خیلی ما رو افتی؟ به محله پیشینت رفتم از سمبوسه فروشه که کار میکردی از او پرسیدم او گفت اکای حمزه سراغ ما رو با تو گفت او پا دیگه کار نداره ده؟ به خدا که گفتم که اگر داند همون شفقت خودمون جای کلتاکیلوس رو میداند اپا برای چی کالتاکیلوس رو میکنی؟ باز یکم پرابلم شد؟ نپرس پسرم یک حریف در مرکز دلخوشی کمتر غم داد آنجا را به سرش بلا کردم چی میکردم دیگه؟ اپا جان در این شهر کلان یکم دیسکتیک نمون که در آنجا پرابلم نکرده باشی های چیکار کنم؟ یعنی اون حریف ها با ناموسم پول به دست آوردنم را اجازت ندیم مگر گناهی من است چیکار کنم؟ نه از این پس تمام شد من قرارم را دادم گفتم آخیر برادری مانندی کلتاکیلوس دارم تا کار یافتن مرا نگاه بین میکنه چی خیلی تو رو نگاه میکنه؟ های چی نگو یک مدت مرا نگاه بین میکنه تمام همین قدر خدای توبه اپا این ناممکن است در یگان چی راست نمیآید یا خدایا توبه چرا کی؟ اپا این کالتاکیلوس دیگر کالتاکیلوس تو میگفتگی نیست تو چی گفتنی؟ کارها کمتر آمیخته شدن دیگر رنگ پیشتر نیست حالتها دیگر شدن آی شفقت مرا مسخره نکن من تو را کم نگاه بین کردم به یاد نداری مانند سگ گرسنه در پس درم می ایستادی خودم نخوردم تو را خوراندم حیف بر تو ای تمام اپا جان تمام امشب من تو رو در حجره خودم مهمانداری میکنم بعد برای تو یکم جای خوب میارم استاد چی خوب که رو برو شدیم شب بخیر شب بخیر هجری تو در اینجا چیکار میکنی؟ استاد در این کوچه خشم زندگی میکند و زیارتی او آمدم بخیر پسرم خیر خیشتان رو دیدی؟ دیدم خیر نباشه در کوچه ها نگار زود به خانه اتون بیار من به همین هم رفته ایستاده بودم خیر احتیاط کن خودت رو استاد ها در خانه خشمون به سرم یک سوال آمد پرسم استاد جان هجری حاضر نمیشه بعد من فرو بردارم دیگر وقت میپرسی حالا برو استاد سوالی کوتاه است بپرس هجری استاد خوردن سنبقه جایز است چی؟ سنبقه استاد چی شد هجری؟ دلت گوشت سنبقه خواست نه استاد پیشتر هم نخوردم مزهش را هم نمیدونم خیر مزهش رو نمیدونسته پیشتر هم نخورده چرا اومده از من سنبقه رو میپرسی؟ برای سوال بودنش پرسیدم استاد برای سوال بودنش؟ بله استاد خوردن سنبقه جایز است جواب بده استاد استغفرالله بنویس سنبقه رو تنها سنگی پوشش رو بخوری البته که جایز است سنگ پوشتش رو استاد نه سنگی پوشتش رو در دیگ انداخته به زیان کرده میخوری خدا از شما راضی باشد استاد